پیام خواهر موحده ما از زندان مخیم الحول. برادران مسلمان، ما صفهایمان و یک محکم گیرنده ضرورت دارد. آیا من یکی از مادران شما نیستم؟ آیا من یکی از خواهران شما نیستم؟ آیا من یکی از زندانیان زنان مسلمان نیستم؟ چرا صداهایتان خاموش است برادرانم؟ چرا نادیده میگیرید سخنان ما را که گویا نشنیده باشید؟ اینقدر بالایتان ثقیل تمام می شود؟ چرا حرکت نمی کنید؟ چرا صفها را محکم نمی گیرید؟ چرا به خاطر خواهرانتان غمگین نمی شوید؟ برادرانم، ما هر روز از ترس حفظ ناموس خود که مبادا بالای ما تجاوز شود خسته شده ایم. پیام ما هر روز با این ترس خواب شدن که بالای ما چی خواهد آمد خسته شده ایم. به خاطر الله برادرانم، به خاطر الله برخیزید، به خاطر الله سر پا شوید، به خاطر الله کاری بکنید.